بالاخره هرچی نباشه حاجی بهمنی از کله گنده های ولایتشون بود و سالها مدیریت و تجربه و اینجور چیزا داشت دیگه. حاجی جون، حاجی بهمنی جون، یه مشورت به ما میدی حاجی؟ بپرس پسر، هر سوالی دارنی از حاجی بپرس دیگه. حاجی میخوام واسه تولد نامزدم عطر کدو بخرم، چی بخرم حاجی؟ میگم که میخوای خیلی غافلگیرش بیتمی؟ آره. زنگ بزومه، شماره پاشو ازش بگیر، بعد براش روسری بخر غافلگیر بشه. از شیطنتای این خانجون مادر بزرگم چیا براتون بگم؟ شده بگو. سر میز صبونه خانجون 80 ساله بنده به من گفت چی گفت؟ بیا ننه اینم چای بخور نوش جونت کن. ما هم چای رو خوردیم. بعد که تموم شد مامانم اومد سر سفره گفت ایوا پس چای من کو؟ این زجر شده برداشت خورد ننه. جناب اسقرآقای گل کم پیدایی اسقرآقا. ای بابا ولم کن، من شانس ندارم. چی شد مرگ تو 3 ماه دارم سگدو میزنم. 3 ماه سگدو برای چی؟ تونستم 2 تا اتاق تای شهر اجاره کنم. خب الحمدلله راحت شدی بابا. چیزی راحت شدم. زنم پاچه کرده توی کفش که اینجا خوب نیست و باید عوضش کنی. عوضش کن. اینقدر گفت تا بالاخره عوضش کردم. خونه رو؟ نه اونو. از حاجی بهمنی که عشقش به کت شلوار سرمه‌ای اتلشه و امروز پارچه جدید آورده برای اوس ابرام خیاط. ای اوس خیاط کلک. حاجی بهمنی رئیس جان چی شده مگه؟ نه جنس، مگه قرار نبود از این پارچه 2 تا شلوار برای من بدوزی؟ خب چرا؟ مگه چی شده حالا؟ پس چرا فقط یه دفعه اندازمو گرفتی آقا؟